مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در خصوص جنجال هایی که در چند روز گذشته بابت مصرف برق خونه لاکچری علی کریمی در رسانه ها منتشر شد با شما صحبت بکنیم و خیلی هم این وسط ها یه چیزی تو مایه های این سس ما صحبت میکنن و اینجوری من باید نشون بدم جلوی دوربین، همچون فوکوس هم نمیشه، تو مایه های سس شعر که زیاد چرت و پرت میگن در خصوص این اتفاقات و از حالا بعد فکر کنم اینو باید بزنیم شده دکور برنامه‌مون. رسانه پشت خیلی سس شعر میگن. ماجرا هم از این قرار هستش که علی کریمی چند روز پیش یک استوری منتشر کرد و گفتش که یه قبض برق برای من اومده و مبلغ این قبض برق جنجال‌های زیادی رو ایجاد کرد و مبلغش بیش از 4,600,000 تومان بود. علی کریمی به مبلغ قبض اعتراضی نداشت ولی به تاریخ پرداخت و قطعی برق اعتراض داشت و میگفتش که این قبض اومده و گفتم باید فوری پرداخت بکنید با این وضعیت برق. همین استوری علی کریمی جنجال‌های زیادی رو برپا کرد و مردم با اصل اون جمله که آقا این تاریخ پرداخت داره کاری نداشتن، به مبلغ قبض علی کریمی اشاره کردن که بیش از 4,500,000 تومانه. یه بنده خدایی که معلم بود گفتش که پول قبض تنها برق خونه علی کریمی، منی که معلم هستم، از حقوق من ناچیز 630,000 تومان بیشتره و یه عده میگفتن که تنها اگر پول برق اینقدر، پول آب و نمیدونم گاز و تلفن علی کریمی در مجموع میره بالای 10-15 میلیون تومان و این دیگه اختلاف طبقاتی نیست، این دره و شکاف طبقاتی هستش. از اون سمت نکات زیادی در خصوص این قبض بیرون اومد تا اینکه اصل قبض و یک سرچ ساده بیرون اومد که این قبض خونه علی کریمی هستش که در تصویر میبینید. نکته‌ای که وجود داره این هستش که قبض برق خونه علی کریمی از شهریور سال 99 وقتی که ما نگاه میکنیم مثلا 2,700,000 2,600,000 2,800,000 3 میلیون 2 میلیون 2,900,000 3 میلیون دیگه کمترینش 1,600,000 بوده، بعد شده 3,700,000 و حالا هم شده 4 میلیون، یعنی همیشه بالای 1.5 میلیون بوده. یعنی از حقوق یک کارمند معمولی قبض خونه علی کریمی بیشتر بوده. البته با یک سرچ ساده شما میتونید به این کاخ لاکچری علی کریمی هم برسید که میبینید تصویرش رو اینجا، منزل لاکچری علی کریمی که جنجال‌های زیادی رو هم به پا کرد. علی کریمی گفتش که من چندین سال فوتبال بازی میکنم، به صورت حرفه‌ای بازی کردم، الانم تو حوزه مربیگری ام و با پول خودم اینها رو خریدم. بعد از اون واکنش‌ها نسبت به قبض برق علی کریمی هم زیادتر شد که گفتش که من نمیدونستم که هزینه برق خونه من از هزینه برق اختلاسگرها و افراد دیگه بیشتر هستش. از اون طرف خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه اومد و یک خبری رو منتشر کرد که عموما وقتی خبرگزاری فارس خبری رو منتشر میکنه شما بدونید که به قسمت‌هاش چرت و پرت و غرض ورزیه، چون خبرگزاری فارس به همه موضوعات سیاسی میپردازه و یک اصطلاحاً دوستان اصولگرایی که در خبرگزاری فارس هستن، چون میدونید که خبرگزاری فارس مقدارش اصولگران و یک کینه از قدیم ها از علی کریمی دارن. زمانی که اتفاقات 88 پیش اومد، علی کریمی از میرحسین موسوی حمایت کرد و یک مچبند سبز بست و همراه جواد نکونا و مسعود شجاعی. از همون موقع یک کینه رو دارن خبرگزاریان نسبت به علی کریمی و حالا هم یک خبر زدن ضد علی کریمی که ببینیم که چی هستش. خبرگزاری فارس گفته که یارانه 52 میلیونی دولت
به یک ورزشکار سلبریتی روشن شدن چراغ ویلای لوکس از جیب مردم. اینجا من فکر میکنم که خبرگزاری فارس بعد بهش این سس اشاره بکنیم. مرد اسمش سس چیه میگه؟ هزینه برق رو اداره برق و اون برق منطقه‌ای تعیین میکنه، نه علی کریمی. کارشناسان اداره برق این مبلغ رو تعیین میکنن. میتونن بزنن 50 میلیون، میتونن بزنن 100 میلیون، میتونن بزنن 4 میلیون. علی کریمی دخل و تصرفی توی مصرف اون برقه نداره، یا این اصطلاحاً دخل و تصرفی توی اون پوله نداره، اینجوری بگیم بهتره. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا قبل از اینکه من این خبر چرت و پرت خبرگزاری فارس رو بخونم، چون به نظر من کاملا چرت و پرته، چون علی کریمی رو این وسط مقصر میدونه، به جای اینکه اون مدیران بالادستی که ما میبینیم دور سایت خبرگزاری فارس، یه تبلیغ وزارتخونه ها هست، یه تبلیغ ادارات و سازمان ها هست، اونهایی که پول پرداخت میکنن به خبرگزاری فارس، خبرگزاری فارس هم مجبوره که سمت اونها باشه. بنابراین چی بهتر از این که بیان یک نفر رو با اخبار چرت و پرتی که منتشر میکنن تخریب بکنن. علی کریمی اونجوری که توی اون قبض برقش اومده 6280 کیلووات ساعت برق مصرف کرده که برای هر کیلووات ساعت دولت 336 تومن اصطلاحاً برق رو هزینه میکنه و میخره و در مجموع این عدد یعنی 6280 کیلووات برق مصرفی در حالیه که میانگین مصرف برق در تهران 300 کیلوواته. یعنی علی کریمی 21 برابر یک آدم نرمال یا یک خانواده نرمال برق مصرف میکنه. اونم دلیلش اینه که در یک کاخ زندگی میکنه، نه در یک خونه معمولی. و حساب کردن که علی کریمی برقش بدون سوبسید و همه اینها، خبرگزاری فارس 52 میلیون در آورده، کارشناسایی که توی بحث حساب و کتاب هستن 14 میلیون و 600 در آوردن و معتقدن که علی کریمی 10 میلیون تومن اصطلاحاً برق براش هزینه شده از سمت دولت. نکته‌ای که وجود داره این هستش که این به خاطر مدیریت غلطی هستش که در داخل ایرانه و محاسبات برق در ایران اشتباه انجام میشه و این ربطی به علی کریمی نداره که علی کریمی اومد که آقا یه سند، یه برگه، یه چیزی اگر دارید منتشر بکنید که آقا من دارم رانت میکنم یا من دارم آقا یه قبض اومده دم در خونه من دارم پرداخت میکنم دیگه. پس از اون طرف به جای اینکه خبرگزاری فارس بره یقه اداره برق رو بگیره، یقه برق منطقه‌ای رو بگیره، یقه وزیر نیرو رو بگیره، یقه مسئولان بالاتر رو بگیره، چرا تو پول برقت زیادتر اومده؟ حالا اینکه انتقادهای زیادی میشه ولی کردیم که آقا بعد شما صرفه‌جویی بکنی، نمیدونم شما داری لاکچری زندگی میکنی. حتی یه مدت علی کریمی اومده بود گفت بود که آقا نخرید تا یک جنسی ارزونتر بشه، که این هم به نظر من چرت و پرت بود و میشه علی کریمی انتقاد کرد، چرا که برای امثال علی کریمی که میلیارد پول دارن، خریدن یا نخریدن هیچ فرقی نمیکنه. اما اون کسایی که درآمد کمی دارن اگر نخرن یک جنس گرون میشه. پس طبیعتاً با نخریدنه اومده گفته که ماشین نخرید. اون موقعی که مثلا ماشین پراید مثلا 20 میلیون تومان بود، میگه پراید رو نخرید ارزون میشه. یه دم به حرفش گوش دادن دیگه. چه اتفاقی افتاد؟ پولدار پولدارتر شد، فقیر فقیرتر شد، چون اون پولدار رفت خرید و مهم گرون بشه. پراید از 20 میلیون شد 160 میلیون. البته اونایی که پول دارن پراید نمیخریدن، که یه ماشینه مثلا لاکچری تر میخریدن 500 600 میلیون، که بازم همون ماشینه 500 600 میلیون شد 7 میلیارد. ماشین و بنز لاکچری علی کریمی خدا میلیارده. اونی هم که نخرید و به حرفش گوش داد دیگه نمیتونه بخره. بعض وقتا علی کریمی سری اظهار نظرهای عجیب و غریب میکنه، ولی خب اون چیزی که مشخص هستش، علی کریمی میگه که آقا من این پول برقم از اون اختلاس ها و دزدی ها نمیدونستم بیشتر و اینا دیگه هم انداخت. جدیدن هم مد شده دیگه، حالا هر کسی انتقاد میکنن ربطش میده بحث اختلاس ها و دزدی. و البته یه تیکه هم به خبرگزاری فارس انداخت و گفتش که به جای این حرفا ببینید واکسن چی هستش، یه سری به مرز
ارمنستان بزنید و راست هم میگه خبرگزاری فارس سانسورهای عجیب و غریبی انجام در چند مشخصه دیگه، یه سری آدم‌های افراطی و یک سری آدم‌های خشک مذهبی در این خبرگزاری هستن که چیزو به شقیقه ربط میدن. در خصوص علی کریمی هم همینطوری بود، به جای اینکه برن مدیران بالادست رو خف کنن که آقا این برق شما دارید اشتباه عجیب و غریب محاسبه میکنید، میان به علی کریمی ایراد میگیرن. در هر صورت یه سری از افراد به نظر من از این سوسا زیاد استفاده میکنن و مصرف میکنن. ولی دوست دارم که نظر شما رو هم بدونیم در این خصوص و کامنت بذارید و ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.